نترسین، یه موقعیت اضطراریه. نترسین، باور کنین با شما کاری آخ وای آخ نزن آخ وای سرم آخ چی کار میکنی؟ تو جداکاری. نترس خانم، با شما کاری نداری. آخ وای خودتو کنترل کن خانم. پیشی بعد لعنتی از قطار 103 جا موندم. به نظر میاد باید یه جور دیگه برم. گرفتمش گرفت. Hey, Poison, how you finish it? شما اینجا چی کار میکنی؟ خوشحالم پیدات کردم. نگران نباشین، حالم خوبه. نگاه کنین، خوبم. خوبه. حالت خوبه؟ حالش خوبه. عالیه. شنیدین؟ مارتی خوبه. خوب شد فهمیدیم، چون داشتیم فکر میکردیم که چطور تونستی کار بابا بکنی مارتی. ما با هم رفیق بودیم. مسئله مهمی نبود تا تو بعد میگه دیگه این کارو نکن. میشنوی چی میگم؟ Yuri des. علیه السلام پارکی. اوکی ساری. دیگه این کارو نکنی. این کارو نکن. Coming is coming des. What's going on here? بچه ها دو رفتی. پیرزنه. آروم و قشنگ بچه ها، آروم و بی سر صدا. اوخی اگه فکری داری الان وقتشه. الکس آدما رو اسم خیر آقایون پلیس. نه تو الان نباید حرف بزنی. تو توی کنارم چیدن کلمات وارد نیستی. بهتر ساکت باشی. هیچی نگو. هی حالتون چطوره؟ میدونین همه چیز رو به راهه. فقط یه نفر گم شده. همین. راستش دوستم یکم خال بازی در آورد. برای هر کسی ممکنه پیش بیاد. تو هر شهری هم ممکنه پیش بیاد. مخش مقدار تکون خورده. فقط همین. یه مخش تکون خورده. فقط ساکت باش. من درستش میکنم. اوه تو خسته نشدی؟ ما داریم دوستمون رو برمیگردونیم خونه. فراموش کنیم چه اتفاقی افتاده باشه. به کسی آسیب نرسیده. نه چیز مهمی نیست. منم الکس شیر اینا چشون شده؟ وای من احساس خیلی عجیبی دارم. هی من شما رو خیلی دوست دارم. خیلی این فقط یه نمونه است. مدت هاست که خیلی دارم به این مسئله اعتراض میکنم. واضحه حیوانات نباید توی قفس باشن. حالا اونا به محل سکونت طبیعیشون برمیگردن. اینجوری میتونن با آزادی زندگی کنن، همونجوری که دلشون میشه کمکم کنی؟ بیدار شده.